قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов توجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 47. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. باید قید کرد که ترجمه سغدی ترجمه تحت اللفظی نبود و بعضی جایهای آن از اصل دور می رفت. ترجمان به ترجمه خود نکته‌های اضافه کرده است که در متن اصلی نیست، ولی از جهانبینی و طرز حیات سغدیان آن زمانه برمی آمد. به قول نرشخی در بخارا یک سلسله روایت‌های معمول بودند که از کارنامه‌های سیاوش نام شاه افسانوی نقل می کردند. این روایت‌ها منظوم بودند و آنها در میدان و کوچه‌های شهرها سروده می شدند. همان داستانی که از مرگ سیاوش حکایه می کرد نامی مخصوص داشت و آن را سوگ موغان می نامیدند. از افتکار سیاوش را سغدیان سمرقند و اینچنین در دیگر ناحیه‌های آسیای میانه می پرستیدند. دیگر فصل داستان رستم و اسب وی رخش که به سغدی انشا شده است، تنها در نمود 2 پاره جداگانه دسترس گردیده است. در پاره ها حکایت می شود که رستم دیوها را تعقیب کرد، بسیاری آنها را کشت و یک قسم دیوها جان به سلامت برده اندرون قلعه پنهان شدند. رستم از کیف ظفر ذوق برده در مرغزار به استراحت رفت، زین و لجام رخش را کشاده به چرا سر داد و خودش هم لباس جنگیش را کشیده ماند و به خواب رفت. در مابین دیوها به خود آمده از خلعه برآمدند و از پی رستم افتادند که علاج یافته او را نابود کنند. بعد این لشکری دیوها تصویر شده است که سوار عرابه و فیل و اسب و درنده و گزنده و خزنده با دهشت و وحشت و مغل و غوغای مدهیش به راه می برآیند و بعضی دیوها مثل کرگس و کلخات بال می زنند و سرازیر پرواز می کنند. از قیام دیوها پرده آسمان درید و برف و باران، تگرگ و ژاله و رعد و برق به زمین فرو ریخت. دیوها نعره کشان زمین و زمان را
شود که در سمرقند ملک و مردم به بودا ایمان ندارند و آتش می پرستند. این چنین روایت هست که به ارواح بدکردار عالم و به خداوند آسمان نیز اعتقاد وجود داشت. به قبر خای چاو در سوخت در نیمه اول عصر 8 اعتقاد ارواح آسمان معمول بود. در بارگاه حاکمی سوخت این چنین معبد نیاگان نیز وجود داشت. در کتاب عالم بزرگ عصر 11 آسیای میانه بیرونی آثار البقیه با نام گفتار اندر عیدهای تقویم سغدیان بابی مخصوصی هست. در اثر عالم بزرگ عصر 11 آسیای میانه ابوریحان بیرونی آثار البقیه فصلی هست که در آن جشن ماه‌های سغدی ها توصیف یافته است. روز 28 ماه اول زردشتیان بخارا را عیدی است که رامیش آغام می نامند و در آن عید در آتشکده‌ای که نزدیک قریه رامیش است جمع می شوند و این آغام ها نزد آنان عزیزترین عید هاست و در هر دهی که باشند نزد رئیس خود برای خوردن و آشامیدن جمع می شوند و این عید برای ایشان در چندین نوبت است. این عیدی سالی نو است که با تصورات راجع به طبیعت میرنده و از نو زنده شونده علاقه دارد. در یکی از ماه‌های سغدیان رسمی روزه‌داری نیز موجود است. آنها در این روز طعام و شراب را ترک می کنند و از آنچه با آتش پخته شود پرهیز می نمایند و خمیر و میوه و نبات می خورند. روز دوم ماه دیگر آنها در آتشکده ها جمع می شوند و چیزی را که از آرد ارزن و روغن و شکر پخته اند در آنجا می خورند. و نهایت رسمی هست که سال یک بار اهل سوخت بر مردگان پیشین خود گریه می کنند و بر آنها نوحه می زنند و رویهای خود را می خراشند و برای مردگان طعام و شراب می برند. همچنین رسم در بین خوارزمیان و فارس ها نیز موجود بود. از روایت هایی که درباره این خلق ها کرده می شوند بعضی جهت های تازه عیان می گردد. از جمله این است که آنها در روزهای فروردگان برای ارواح مردگان در گوریستان ها غذا می گذارند. خلاص از گفته های بیرونی چنین برمی آید که پرستش مردگان نیز معمول بود. این نکته را ما در حکایت نرشخی نیز می بینیم که به سیاووش بخشیده شده است. در بخارا در صبحدم سال نو هر یک اهل شهر به ارواح سیاووش خروسی را قربان می کرد. محققان حکایه نرشخی و آن معلومات را که وی درباره سمرقند داده است مقایسه کردند و ماهیت آن مراسم معلوم شد و گپ در همین بوده است که مردم ایمانی کامل داشتند که آن جوانی مقدس ماه هفتم مرده است و استخوانش گم شده است. وقتی که همین ماه می رسید دینداران لباس سیاه پوشیده پای لوچ می برایند و مشت به سینه کفته نوحه می کشند. آنها دشت به دشت تکاپو می کنند تا که تربت جوانی مقدس را به دست دارند. این مراسم روز هفتم به آخر می رسید. ولی پرستش سیاووش نه فقط تنها پرستش مردگان بود. در این عقیده نکته های دین های قدیمتری این عکاس یافتند که به خدای نبات ایمان داشت و آن می مرد و باز زنده می شد. ما در بالا ناوس های پنجکینت را ذکر کرده بودیم. ناوس ها از کافر قلعه نزدیکی سمرقند هم یافت شده است. در خود سمرقند بسیار آسواری ها به دست آمدند. از دهه بیا نیمنی نزدیکی کتقرغان بسیار آسواری ها یافت شد که نقش
اولین آسواری وقتی کافتن تهکرسی امارت سال 1971 در تاشکند پدید آمد. هنگامی در افراسیاب حفریاد کردن ویسیلوفسکی باز یک آسواری پرنقش یافت شد که عالم آن را تابوتی سفاری دوره تا اسلام می شمرد. سال 1900 خود همین عالم اصطلاح اسواری را جاری کرد از کلمه لاتینی اسیاریوم که معنایش استخواندان می باشد که آن در علم معلوم گردید. با تدقیق اسواری و مراسم دفن در اسواری پیش از انقلاب ویسیلوفسکی، بارتولد اینسترانسیف بر این عالمان و بعد انقلاب بریسف، راپاپورت، ستاویسکی بر این عالمان مشغول بودند. به طفیل تحقیقات این عالمان مراسمی در اسواری دفن کردن سوخدیان را چنین تعبیر کردن ممکن است. در اوستا و در دیگر اثرهای دوره‌های ثانی زردشتیه گفته می شود که جسد زردشتی را به جای باید برد که آن دخمه نام دارد و در این دخمه دائمی سگها و پرنده هایی هستند که گوشت مرده را خورده استخوانش را تازه می کنند. مثلا در این باره در ویدیودت هم سخن می رود. چطوری معلوم است این عادت قریب بی هیچ گونه تأخیرات در بین گبرهای هندوستان باقی مانده است که آنها در عصرهای میانه از آسیای میانه به آنجا کوچیده رفته بودند و حالا هم به زردشتیه ایمان دارند. بعد این استخوانها را جمع کرده به جای مخصوصی برده می ماندند و نام این جا را استعادان یا استادن می گفتند. در مأخذهای عربی که اصطلاح عرب را به قلم می دهند، آن انشاءاتی که در بالا ذکر کردیم و آنها به عربها در آسیای میانه دچار می آمدند ناووس نامیده شدند. مأخذهای خطی بی واسطه شهادت می دهند که در سوخت چنین مراسم معمول بود و این جهتی مسئله خیلی مهم است و این را محققانی پیش از انقلابی هم قید کردند. سفیر خیتای ویتزه که در ابتدای عصر هفت به سوخت آمده بود چنین نوشته است: بیرون از شهر در جای علاهیده قریب 200 خانواده استقامت دارند که مخصوص مشغول دفن می باشند. آنها در جای خلوت حولی مخصوص ساختند که در آنجا سگهای مخصوص را پرورش می کنند. اگر یگان کس مرده او را به میانجای همین حولی برده می مانند و سگها گوشت مرده را خورده استخوانش را تازه می کنند. پس از این استخوانهای مرده را جمع کرده در ظرفی مخصوص انداخته می مانند و آن را گور نمی کنند. از روی گفته های تبری و نرشخی معلوم می شود که بعضن استخوان مرده را آدمانی مخصوص تازه می کردند. به قول اینسترانسیف مراسمی مقرری نبود و آن فقط در موردهای مخصوص به جا آورده می شد. ولی استخوان‌هایی که در ناوس‌های پنجکند یافت شدند در خود آثار دندان ندارند و حتی پیوندی ستون مهره بی ضرر مانده است. حالانکه اگر گوشت استخوان را سگها می خوردند آثار دندان حتما باقی می ماند. در هر یک دخمه پنجکند به حساب میانه استخوان 10 مرده را می گذاشتند. در دخمه ها غیر از آسواری ها این چنین ظرف های سفاری، تنگه های میسی و اسباب زینت و آرایش هم مانده می شد. در بالا درباره مراسم سوگواری سوخدیان اندک معلومات آورده بودیم. در حجت V8 قلعه مخ که شرطنامه فروش زمین است گفته می شود که خریداران و اولاد آنها حق دارند در این زمین مرده گذارند و سوگواری کنند. مراسم سوگواری هنگام دفن در شاهنامه هم تصویر شده است. این مراسم اینچنین در صنعت تصویری سوخدیان نیز انعکاس گردیده است. اصلا این مراسم به قانون و قاعده های زردشتیه خلاف می باشد، زیرا زردشتیه در بالای مرده گریه و ناله کردن را قطعیاً منع نموده است.
ولی در آسیای میانه از افتکار در ایران هم عقیده های قدیمی خلقی نسبت به منع دینی زورتر بودند. در دوره های بعدینه ضد این مراسم اسلام هم دور و دراز مبارزه شدید برد، ولی در همه جا، هم در بین النهرین، هم در ایران و هم در آسیای میانه مجبور شد که عقب نشیند. این یا آن شکل مراسمی مذکور تا به قریبی ها وجود داشت. در بارای مرده گریه و ناله کرده و حتی سماع رفتن که یک نوع رقصی مراسمی دفن است، در بین تاجیکان در روزهای ما هم معمول می باشد. در مأخذها آتشکده و بتکده ذکر شده است. بیلینیتسکی راجع به آن تمامی معلومات را جمع کرد و به تفصیل تحلیل نمود. غیر از مأخذهای نام برده اینچنین شاهنامه را نیز دلیل آوردن ممکن که در آن آتشکده های بخارا و پیکند قید شده‌اند. شهرستان‌های ایران نام اثری گیوگرافی پهلوی عصر نو خبر می‌دهد که در سمرقند پسری سیاووش آتشکده‌ای بنا کرده به آنجا متن اویستا را که در لوحه‌های طلا یا زرندود نوشته شده بود گذاشت و بعد آن را اسکندری مقدونی خراب کرد و نهایت توری فرستک افراسیاب خانه خدایان را بلانه دیوان تبدیل داد. موافق روایت های مأخذ های خطایی در کوشانیه معبدی بوده است که در دیوارهای آن صورت شاهان قدیمی خلقهای گوناگونی همسایه کشیده شده‌اند. ملک کوشانیه هر روز در این معبد عبادت می کرده است. نرشخی هم از آتشکده های رامیتن و بخارا درک می دهد و سخن نه درباره اثری افسانوی بلکه درباره اثری کنکریتی تاریخی می رود. در سمرقند در ایام استیلای عربها بتکده و آتشکده ها بوده اند و درباره دیهه تواویس نیز چنین خبر هست. تبری، بلازوری. مأخذها بسیار تفصیلات این بتها را تصویر کرده اند و این بتها چوبین زرندود، نقرگین و طلایی بودند. وقتی که بتهای بتخانه کلان سمرقند سوخته شد، از خاکستری آنها 50,000 مسقال طلا برآمد. یکی از بتهای سیمین سمرقند بعد آب کرده شدن 24,000 مسقال نقره شد. نرشخی از پیکند سخن رانده می نویسد که عربها در بتکده آن بتی یافتند که از نقره بوده 4,000 درم وزن داشته است، ولی موافق روایت دیگر این بت طلایی بود و 50,000 مسقال وزن داشت. پرستش این بت در سمرقند و بخارا بعد غلبه اسلام هم خیلی دوام کرد. بتکده ها نهایت بای بودند، طلا و نقره بیشمار، جواهرات بسیار داشتند. مثلا گوهرهایی داشتند که به اندازه تخم مرغ می آمد. بیلینیتسکی همه این خبر و روایت را به تفصیل تدقیق نموده و خلاصه آمد که بتکده ها جدا از آتشکده ها وجود داشتند. به فکر ما بیلینیتسکی این عقیده خود را پرره اثبات نکرده است، گرچنده از یک جهت دعوای وی جان دارد. دیگر عقیده اساسی بیلینیتسکی همین است که در آسیای میانه روحانیان آتشکده ها که آنها را زردشتی می نامد ضد بت پرستی مبارزه می بردند و در این مبارزه زردشتیان دست بالا بودند. ولی به فکر ما این دعوا اساس قضایی ندارد. بیلینیتسکی به عقیده خود همان قاعده و قانونهای زردشتیه را اساس کرده است که در ایران ساسانی معمول بود. ولی زردشتیه آسیای میانه و زردشتیه ایران عیناً مانند نیست. بنابراین در حل این مسئله بسیار احتیاط شدن در کار. هنوز برتولت تخمین کرده بود که عقاید و رسوم زردشتیان آسیای میانه از عقاید پیروان اصلی زردشت خیلی فرق می کنند.
یاکوبوفسکی نوشته بود اساسی هم زردشتیه ایران و هم دینی سغدیان و باخترها و خوارزمیان کیمچخیل اعتقاد و عقاید و رسوم یگانه بود و آن اعتقاد از یک طرف تصورات دوالیستانه را درباره مبارزه عالم نیکی و بدی، از طرف دیگر پرستش آتش را در بر می گرفت. در ایران زردشتیه به دین دولتی تبدیل یافت و صاحب عقاید مستحکم و عمیق گردید و تشکیلات مرکب پیشوای و راهبران آن به میان آمد که به کارهای دولتی علل خصوص در جبهه ایدئولوژی تأثیری زور داشتند. در آسیای میانه تقدیر زردشتیه دیگر خیل شد، یعنی عقاید عمیق و مستحکم به وجود نآورد، به دین دولتی تبدیل نیافت، زیرا خود آن دولت یگانه نبود و پیشوای راهبران آن هم به یک تشکیلات توانای مستحکم متحد شده نتوانستند. زردشتیه با دینهای محلی آمیخته شد که آنها از افتکار به پرستش آتش خیلی موافقت داشتند. برای افاده دینی سغدی که به آن دوره ها نسبت داشت، حتی اصطلاح مخصوص مزدائیه پیشنهاد کرده شد. ایرانشناسی مشهور امروزه خینینگ هم به بتپرستی اصلی سوخت تأثیر رساندن تعلیمات زردشت را امکان پذیر دانسته است. گرچند هنوز برتولت خصوصیت دینهای محلی تا اسلامی را مورد تدقیق قرار داده باشد هم تا به حال در این باره قراری یگانه وجود ندارد و بسیار مسئله ها یا تاریک می باشند یا راجع به آنها دو عقیده‌ای به هم مطلقا خلاف هستند. مثلا دو محقق معتمد بیلینیتسکی و یاکوبوفسکی در مسئله معین نمودن مناسبت بین همدیگری دینهای محلی و زردشتیه عقیده‌های به هم تماما ضد دارند. محققان تاریخ مدنیت و ارخئولوژها متریال های لینگویستی را باید و شاید استفاده نمی برند. در نوبت خود زبانشناسان متریال های ارخئولوژی و ایکونوگرافی را درست کار نمی فرمایند و تدقیق آنها نیز دشواری و مشکلات زیادی دارد که الحال پرره معین کرده نشده است. برای تفهیم جهانبینی سغدیان، از جمله برای تفهیم دین آنها، صورتهای روی دیوار مأخذ خیلی مهم ولی در عین حال مأخذ بی نهایت مشکل و مرکب می باشد. در پنجکین صورتها موافق یک ترتیب معین جای گرفتند. مثلا در تالار چارکنجه راست روبروی درآمد اکثر وقت اندرون تاقچه ها مجسمه کلان خدا را جای می دادند و بعضا در پهلوی آن دیگر شخصان مقدس را نیز می گذاشتند. در پیش صورت خدا اشتراکچیان عبادت سغدیان راست یا بزانو استاده تصویر کرده می شدند. اگر خدا در پیشگاه تاقچه کشیده شده باشد، رسم آدمان در دیوارهای پهلوی تاقچه هم تصویر شدنش ممکن بود. در دو طرف قسمی مرکزی رسم تصموار چند قبط منظره محاربه ها و زیافت ها و اکثر وقت داستان های مکملی پرمعنا تصویر می گردیدند و برای هر یک قبط این رسم ها قریب 1 متر بود. در قسمی از همه پایان رسم در لوحه های چارکنجه صورت های افسانوی یا معیشی کشیده می شدند. از خود همین ترتیب جایگیرشوی رسم معلوم که در جهانبینی سغدیان عقیده های دینی و دنیاوی آنها چگونه به هم آمیزش یافته بودند. دینی محلی سوخت صاحب عنعنه های مکملی تصویرات دینی بود. به جمله خداها خدای جرمهای آسمانی، خدای حادثه های طبیعت داخل شده این چنین پرستشی بعضی گبرها نیز وجود داشت. از بین رسمهای خداها رسمهای زیرین را نامبر کردن ممکن: آلیه 4 دسته
خدای اوریان که بدنش کبود بوده در میان لنگی پوستی پلنگی دارد، آلیه‌ای که در تخت نشسته است و در پهلوی شیرهای بالدار تصویر شده است. خدای 3 سره و 6 دسته‌ای که ساسکن داشته ایستاده است و غیره و هاکذا. در تصویر بعضی از این خداها علامت‌های صورت‌های هندی شیوگی بر اعلا به نظر می‌رسد. به عقیده بیلینیتسکی و مرشک، سغدیان در مدتی دراز صاحب خطی معین و عنعنه تصویرات دینی نبودند. در نتیجه به طفیل رقابت دینی بودائیه و مانویه که چنین عنعنه را صاحب بودند، گبرها عنعنه تصویرات دینی هندو را اندک دیگر ساخته برای احتیاج خود موافق نمودند. این عقیده به نظر ما به حقیقت خیلی نزدیک است. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملتی تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شما گفتاری 47 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمخولов خوند. کارگردان شیرالی نغزلی.